الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادران و خواهران موحدم، بدانید هر کسی که دفاع از طاغوت ها می کند این طاغوت پرست است و کفر را از ایمان جدا نکرده و توحید را از شرک فرق نگذاشته و هر سخنی که از نامهای علمای کبار اهل سنت می کند دروغ گفته و سخنهای اونها را تعویل داده. زیرا سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت همین است که هر کسی که حکم به غیر حکم الله می کند و این حکمش کاملا و مطلقاً، یعنی از اول تا آخر یک حکومت را به حکم غیر الله حکم می کند، این حاکم کافر است و مشرک است. و هر کسی که دفاع از همین طاغوت می کند طاغوت پرست است و در خطری بزرگ است و کفر به طاغوت ندارد، ایمان به طاغوت دارد. خیلی که خودی همون ابن باز می گوید هر کسی که به حکم الله حکم می کند و به حکم الله اطاعت می کند و پیروی می کند این عبادت کننده الله است. اما به هر کسی که به حکم الله حکم نمی کند، پیروی نمی کند، اطاعت نمی کند، این عبادت کننده طاغوت است. امروز عبادت کنندگان طاغوت جهمی ها زیاد هستند، اما ما باید اونها را بشناسیم و دین خود را حفظ بکنیم تا که نشود که روز شبهات اونها به قلب شما جای بشود. پس ای مردم، دین خود را از جهمی ها حفظ بکنید، از طاغوت پرستا حفظ بکنید، از این کسانی که خدمتگار امنیت طاغوتی کفری هستند حفظ بکنید. و مسئله دیگر این است که الله و رسولش گفته است و این اجماع است که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد این مشرک است. البته کسی که عذر دارد در حقیقت جاهل است، ما میگوییم که این مشرک است، خون مالش حرام است و در روز قیامت امتحان می شود. اما در روز این دنیا، در روی این دنیا این مشرک است. هر کسی که مخالف این سخن کرد کسی نباشد، او سخن جهمی ها را گفته است. او اگر اجتهاد کرده و نفهمیده باشد خطا کرده است. اما اگر طالب علمی که گشته و برگشته در همین راهش می ایستد و به اون حجت می رسد، باز طرفداری از طاغوتین می کند و طرفداری از مشرکین می کند، بدانید که به شرک واقع شده است و طاغوت پرست است و شرک را از توحید جدا نکرده و شرمنده و شرمسار در این دنیا و آخرت خواهد بود. پس ای برادران و خواهران اهل توحید، وقتی که شما با جهمی ها بحث و مناقشه میکنید، بحث و مناقشه شما نه در بالای کلمه، نه در بالای حرف، نه در بالای حرکت، بلکه در بالای اصول دین باشد. دین شما ثابت است. این کفر به طاغوت و مشرک خواندن مشرکین و براءت کردن از طاغوت ها و مشرک ها است. براءت از شرک و مشرکین و از طاغوت و طاغوت پرستو است. پس بدانید که امروز جماعت از این طاغوت پرست ها سنگ زده ایستادند به طرف اهل سنت و الجماعت و اعتقاد انمین حال و ذکر شده اهل سنت رو که ما در حلقه های زیاد بیان کردیم و اجماع علما در این باب است، این اعتقاد را اعتقاد خوارج گفته ایستادند و دین من و شما را میخواهند که دیگر بکنند. احتیاط باشید، دین خود را از طالب علمان اهل سنت بگیرید. و اینها جهمی های ملت تاجیک که خطرشون از دیگر اهل بدعت، از قبوری و این باقی مانده اشعری ماتریدیش کمتر نیست. و این جهمی ها مقرشون زمان در مدینه و امروز در مصر در زیر حکومت طاغوتی امیرالمؤمنینشون سیسی شده است. شاگردان رسلان، شاگردان هشام البیلی، شاگردان محمد ابراهیم البقا یا که محمد ابراهیم القبا میگند و غیر از این دیگر از علمایشون. البته که محمد شریف عبدالعلیم برادرش محمد طاهر یک صائم گفتن انسانه و دیگر هر کسی که مشرک را عذر میدهد میگد که مشرک به جهل عذر دارد. مشرک جاهل را ما مشرک نمیگیم. مشرکی که میرود به قبر سجده میکند، در گرد قبر طواف میکند، این
انسان را ما عذر بر جهل میتیم این مسلمان است میگد یا که عذر به تعویل میتید، بدونید که این عقیدهش باطل است، عاذری است، جاهزی است و به مذهب جهم گرفتار شده است. باید توبه بکند و از این مذهبش برگردد. این خطری بزرگ در ایمان و در اسلام شما هست اگر این را نفهمید. عالم است، دعوتگر است، کسی نباشد در این باب خطای بزرگ کرده است. و هر کسی که این حاکم های دموکراتی را ولی الامر میداند، طاعتش را واجب میداند، بداند که طاغوت پرست است، حالا اسلام و ایمان را نفهمیده و حکم الله را از حکم طاغوت جدا نکرده است و این جهمی گمراه است و طاغوت پرست است و این کسانی که گفتیم انا منهم هستند. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.